رفیق زحمتی که اون سر ظهری هر ماشینی اراده کنه واسش 1-2 ساعته میارم، هر ماشینی. سلام علیکم. سلام. خدا قوت. مرسی شما؟ به به. ماشین بازم که هستن. یه ویدیو دارم ازت میگیرم، مشکل نره اونجا؟ نه اوکیه. اوکیه. ماشین بازی؟ 100%. چه ماشینی رو دوست داری همین الان اراده کنی زیر پات باشه؟ ماشین هر چی بخوای واسط میارم. مهم نیست چی بخوای. جدی میگی؟ هر چی. بی ام هم میشه؟ بی ام و میخوای که از خاصه این بی ام وای کورکو بیارم؟ جدی میگی اینو؟ 2 ساعت بعد بهم زمان بدی. اوکی. حله. بی ام رو دوست دارم ولی خب یه چیزی بگم نمیخندی؟ چی خیره؟ میتونی یه 206 یا 207 بیاری؟ اذیتمون نکن بابا. جدی میگم. من مسخره هم میکنی یا نه؟ نه به قرآن من اشخاص پژو پژویی؟ چیکار کنم؟ 2 تاشو واسط میام ولی مطمئنم به ام سوار میشی. حالا شما یه 2 ساعت دیگه اینجا من میبینمت. قربونت. فعلا شمارت هم به من میگی؟ چشم. 0 992. شمارت هم که دارم. اوکی با تماس میگیرم. فعلا بریم یه پژو یه بی ام بیاریم، مطمئنم به ام سوار میشه. خب آقا رفیقمونم که رسید، مطمئنم نظرش 100% عوض میشه. سری 6 واسش آوردم کروک دیگه. به ام این خفن‌تر. سلام علیکم. سلام. چطوری؟ حالش خوبه؟ قربونه. یه نگاهی بنده. خیلی خفنه. نظرت دیدی نظرت عوض کردم از پژو؟ خفنه ولی چرا فکر کردی من پژو رو با این اذیت نکن بابا. داری اذیتمون میکنه. دارم فیلم میگم، واقعا داری اذیت میکنی یا نه؟ تعصبی پژو دوست داری؟ پژو عشقه. همه پژو سوارا عشقن. مهدی شاید نظرت با این صحنه عوض شه. بیا اینجا. صدا رو ببین. برو. کجا میری؟ بچه میگه فقط پژو. رفت سمت پژو. ولکنمون نیست ها. جدی من خودم تو شوکم. من 2 ساعت رفتم ماشین آوردم میگه پژو. مهدی جان بیا انتخابش پژو بود. پیاده شو. من گفتم همیشه انتخاب درست. همیشه گفتم ماشینتو بیار. سوار نمیشه مطمئنم به این ور رو ببینه ولی سوار میشه دیگه. یه داداش کجا؟ بریم دیگه دور بزنیم. خودم باید بشینم. پژو عشق باد. تمام بشین بریم. چطوره؟ عالی داداش. پژو عشق.